هوا سرد و طوفانی بود. پسرک و دخترک خردسال از شدت سردی هوا تمامی بدنشان می لرزید. هر دویشان لباسهای کهنه به تن داشتند و پشت در خانه ایستاده بودند. پسرک پرسید: میبخشید خاله، شما کاغذ پاره ندارید؟ من کاغذ پاره جمع میکنم. کاغذ پاره نداشتم. البته شرایطی مالی خودم هم چندان خوب نبود و نمیتوانستم به آنها کمک کنم. میخواستم آنها را از دم در گسیل کنم، اما چشمم به پاهای کوچک آنها افتاد. هر دو پای افزال تابستانی نازکی پوشیده بودند. پایهایشان از شدت سرما سرخ شده بود. گفتم: بیایید یک فنجان قهوه گرم بخورید. آنها را داخل خانه هم بردم و در اتاق گرم شیناندم تا پاهایشان کمتر گرم شود. بعد یک فنجان قهوه و کمی نان و مربا آوردم. خودم مشغول کار شدم. دیدم دخترک فنجان خالی را در دست گرفته و با دقت به آن نگاه می کند. بعد پرسید: خاله جان، شما پولدار هستید؟ نگاه به خانه فقیرانه هم انداختم و گفتم: من نه. دخترک فنجان را با احتیاط روی میز چایخوری گذاشت و گفت: آخر فنجان‌های قهوه خوریتان خیلی زیبا و خوش رنگ است. آنها خلطه‌هایی را که درونش کاغذ پاره جمع کرده بودند برداشتند و رفتند. فنجان‌های سفالی کبود رنگ را برداشتم و اولین بار در عمرم به رنگ آنها دقت کردم. بعد سبزی و شلغم‌ها را داخل دیگ شوربا ریختم و آتش زیر آن را بیشتر کردم. سبزی، شلغم، دیگ پر از خوراکی. سقف بالای سرم، همسرم، کسب و کارم، همه اینها به نظرم آمد. میخواستم خانه ها را کمی مرتب کنم. دیدم پای افزال بچه ها فرش خانه را گیل‌آلود کرده بود. آنها را پاک نکردم. میخواهم همیشه آنها را همینجا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود چقدر آدمی پولدار و ثروتمندی هستم.